بچه ها مثلا دوتا دوربینم هست. ما امروز اومدیم با هم چالش تصمیم کردیم چارلی مناطق محرومی یکم خنده هم بکار ببریم دیگه. چارلی مناطق محروم زده و یه بازی که نمیدونم فوقیه و اصلا فکر نمیکنم واقعی باشه. میان چه بار میگی آنتن یه چیزی تکون میخوره این چرفه باور نکن ما تست میکنیم الجن بسم الله بچه‌ها نمیدونم این چیه بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم چی باشه؟ بذار یه چالش دیگه مثلا انجام بدیم. من میرم اون یکی چالش انجام بدم. لیتس گو. ادامه ویدیو میگن که الان این یه سانچونه به خاطر بود مناطق محرومی هیچی ننوشتیم روش. چرا هیچی ننوشتیم؟ چون که نوشته بود اگه این سانچونه جوری که اینو میاری اینجا و میچرخونیم و خودت میچرخونیم و هر بر افتاد اگه به کتاب نگارش افتاد یعنی تو خیلی بدبختی، اما اگه به این بر افتاد یعنی خوشبختی. نمیدونم میگن شایعه 1 2 3 او بدبختم وای. و یه جا هم نوشته بود اگه بدبخت باشی بعد از اینکه 2 بار بگی الجن بازم مثل ویدیو قبل کلا اینا اصلا میپاشن. یعنی بریم 2 بار بگیم الجن 1 2 3 الجن بسم نه خب الان نمیدونم چه خبره میکروفونم نمیدونم تکون میخوره نمیدونم چیزی کنم. بسم الله گرفتم چرا میگی؟ حالا میریم چالش دیگه آخری میکنیم. این باز چرا خوردنیه؟ بطری؟ اونو بزن. وای خودی سر این چالش بنده داشت